و در مورد اون شخصی که مشرق و مغرب طی کرده و پاچایش بود، در مورد از اون سوال کنی که ذوالقرنین است. پیغمبر علیه السلام وقتی که مشرکین پس آمد از پیغمبر سوال کرد، پیغمبر علیه السلام انشالله نگفت، گفت سبا برایتان جواب میگم. الله متعال به خاطر نگفتن انشاءالله 15 روز وحی را چی کرد؟ معطل کرد. سر و صدا در بین مشرکین بالا شد، گفت پیغمبر لاجواب شده، هیا هوی بود، تا ای که بعد از روز 15 الله متعال آیات را روان کرد. در مورد ذوالقرنین، اصحاب کهف کلش معلومات، و در مورد روحنا عدم معلومات، این برش ارائه شد. خب هرگاه زمانی از یاد در بین موسی علیه السلام، یعنی پیش از عیسی علیه السلام است، در او زمان کدام پاچا بوده یا نه؟ کسی میگه در او زمان اقیانوس بود، کسی میگه ترسوس بود. رقم چون قرآن و حدیث ای را ذکر نکده، به ما ضرورت هم نیست که نام پاچای وقت بفهمیم یا نفهمیم، یا نام خود اصحاب کهف بفهمیم و نفهمیم. اصحاب کهف شک دی نیست که اولیاست. چرا؟ ولی او را میگه که دفاع از دین میکنه، در عقیده توحید مبارزه میکنه، او را ولی میگه. ولی را نمیگه که حتما خارق العاده چیزی خارق العاده از دستش صادر شود. کسی که پابند مکمل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم با عقیده توحید الله است و ولی است. از جان خود نمیگم، الذین آمنوا و کانوا یتقون. کسی که تقوا پیشش دوامدار است با امرای عقیده صحیح، اونم ولی است. این اصطلاح قرآن کریم است. قرآن را معرفی کرده برای ما در سوره یونس. افسوس است که امروز زمین نامای اصحاب کهف امی مردمای گمراه و جاهل ای را تعویض جور میکنه. تاسف دایست که در تفسیرو ای را نوشته کرده. معارف القرآن ببینی کی را نامایش نوشته کنی، در غله بمانی و غله را کنه نمیخوره. اوه تو چه قسم عالم هستی که این قرآن مکمل؟ من براتون میگم خوب، بسا اوقات در یک موضوع خیلی عادی، در یک موضوع خیلی عام فهم علمای بزرگ متوجه نمی باشه. تو ببین این دعوت نیست به شرک، نعوذ بالله، که نام نوشته کو که کنه نبیه. آیا این نامی از یا کنه را دفع کرده میتونه؟ عجیب است. از امو خاطر ما میگیم هر تفسیر نخوانه. تفسیرهای هست که آدم بیخی دیگه طرف میبره. تفسیر بخوانه. ما که تفسیر اظهر البیان ترجمه میدیم، دوستا را توصیه میکنیم به خاطر که به منهج سلف ترجمه و تفسیرش است. انشالله هیچ موضوع را خلاف سلف دیش نگنجانیده. او خب تفسیر است مطابق چی است؟ عیناً متناسب و موزون و درمیانه است، نه زیاد حکایت پردازی کرده و نه زیاد کوتاه، مختصر است. مطلب حل کرده و درست حل کرده، بس اینی قسم شود. اینجا اینمی اصحاب کهف مردما یک پیر صاحب است، او تاپه داره، تاپه از بچهش تاپیش گرفتم و گفتم سیکو تو اینجا ای تاپه در مابینش بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بازی طور گندم واره این طوری ترکده بود، باز دی لبی ازی گندم واره به خاطری بود که نامای اصحاب کهف گندم واره جور کرده بود، دیر و خیشام. خود تاسف در اینجا بود که در سرش نامی سگشان که قطمیر است این نوشته بود. اینی تو اما بچه پیر صاحب گفتم این را پدرت میده به مردم، چرا میده؟ میگه به خاطر که مردم مشکلش رفع شود. من برش گفتم که این را بخون توی آیت، گفت حسبنا الله و نعم الوکیل. من گفتم مانا کو؟ بیچاره مانا یاد نداشت. باز من برش گفتم که حسبنا الله مانایش برای ما کافی است الله، چرا که نعم المولا بهترین مولاست، یعنی او از کارساز ما، نصیر است، امداد کننده است. خب من گفتم بچه پیر صاحب اینجا تو میگی که برای ما الله کافی است، اما اینجا نامه اصحاب کهف چرا نوشته کرده ای؟ الله کافی نیست؟ مردکه سخت خجالت شد. باز برش گفتم نقش رسول الله از مهرش چی رقم بود؟ خط از بالا نوشته میشه از پایین؟ از بالا. پس محمد رسول الله که نوشته شود محمد اول، در زیرش رسول، در زیرش الله نوشته شود. لیکن پیغمبر علیه السلام به خاطر بزرگ داشت نام الله، خط از زیر در بالا، مهر از زیر در بالا جور کرده بود. زیر محمد بود، در مابین رسول، در آخر در سر الله بود.
من برش گفتم که پیر پدری تو سری نام الله نام سگ بالا اینجا آورده. حال دیگه جندی گرفت شه. من گفتم تو نگو این جهل است، این جاهل است، پیر نیسته. پیرای طور نیسته. جاهل ها امروز در سر چی نشسته؟ خانقاه ها مال مردم از زده رایست، دزدی کده رایسته. حالی ببینی اینی طور مردم است. او این مردم عوام است که را در جیب گرد میگردانه. باز برش گفتم که خو ای آیت قرآن قطعت باشه در تشناب که میری چی طور میکنی؟ پیغمبر مهری خدا میماند، بعد از او داخل کنارا و تشناب میشد، او تو قطعی آیت قرآن سریع داخل میشی. خب باز براتان میگم که کسی که زندگی دور از قرآن کریم میکنه اینی حالش است. اینی حالش است. موشه کشته بود یک برادر، بگو 10 سال در جیب خود دوره چی کرده که من ظلم کردم سرزی، در جیب خود نگاه کرده بود که نماز خوانده راهی بود. عجیب است. الله رحم بکنه. اصحاب کف اولاد مردم متنول با نفوذ قدرتمند است. پاچای زمان روز مذهبی داره، کلگی را در یک میدان میبرد، در اونجا مراسم مذهبی را انجام میداد، نظر و نیاز و گپا میشد. مثل نوروز افغانستان واره. در نوروز افغانستان که طرف مزار برف شروع میشه، کلگی میدوه. اینمی رقم اصحاب کف هم برآمده بودن، لیکن زمانی که دید عمل کردشانه عقلشان نپذیرفت که یام امرای ازوا شریک شوه و امو کاروایی را انجام بده. کدام کاروایی را که پاچه و لشکرش انجام میده. از مجموعه یک نفر، چون مردم در دشت مشغول مراسم مذهبیشان بود، یک درخت تنها در گوشه او طرف بود، یک نفر از این مجموعه رفت در زیر درخت اونجا نشست. دیگه نفر 8 نفر یا 7 نفر در اینجا جمع شدن. خب لیکن یکی از اراده دیگه خبر نداره، از هدف دیگه خبر نداره. آخر چپ نشسته یکیش جرأت کرد گفت برادر، ما و شما خو از همون قوم جدا شده اینجا آمدیم، حتما یک انگیزه ما را واداشته که از قوم جدا شدیم. اما یکیش یک دفعه خیس گفت مرا خو به خاطر آمدم که قوم کدام کار میکنه خلاف عقل است، این گمراهی است. یک دم دیگران جرأت پیدا کرد بله من می نظر، دیگهش گفت من نظر. کلگیشان هم نظر بودن. یعنی یک هدف واداشته بود واره که از ما بین قوم برود کجا؟ در اونجا. تقلید قوم نکرده. در اونجا که یک جای شدن، دعوت کی شروع میشه؟ سر یک نفر بهار گل نمیشه. وقتی که مردم هم فکر پیدا کنی، آلی زوری کسی برات نمیرسه. الحمدلله ما شما آلی هم فکر زیاد داریم. مبارزین کتاب الله و سنت رسول الله بسط هاست، لیکن فرق در کجاست؟ او وقت مو 7 نفر هم فکر بود، ایشان ابود نه ایشان نه. تعهد کردن که ما این مفکوره و عقیده را در بین مردم شایع میکنیم. شروع کرد در دعوت. آوازه رفت در پاچا که یک چند جهان پیدا شده، ما را از این دین آباها چی میکنه؟ دیگه طرف دور داده رویست من نمیکنه. الله نه بگیر کنه شه. گیر کردن شه. پاچا ترسید اگر یار یک دم اعدام کنه یا خو اولاد پدرای سایمنصب و مردمای کلان است، مولد برش داد. گفت دینمی قدر وقت بعد شما از این دین منصرف شوید وگر نماندنی تا نیستیم. بین خود مشوره کردن چی کنیم؟ زوری ما با این دولت برابر نیست، چی کنیم؟ آخرین مرحله حق و مسئولیت ما است که ما دین خود قطعی خود بگریزانیم. از امو خاطر حرکت کردن، رفتن در غار که سگ هم امرایشان شده. اینی را اصحاب کف میگه. الله متعال یا اولیایش بالکل درست بودن. چرا؟ به خاطر که چیسته 300 سال در غار در پالو بیفت، کدام حشره کدام حیوان هیچ چیزام بری تو ضرر نرسانه، وجودی تام هیچ کدام تکلیف نبینه، به مثل یک خاوی یک ساته واره. دیگه دلیل بالای چیست؟ ولایت از یا ولایت او را میگه که خود آدم خبر نیست. الله در دست توی ترکار جاری میکنه که او دلیل بالای چی است؟ عزت تو، مرتبه و مقام توسته. اینی اصحاب کف از همون مردم است. بیایی که آیتای اصحاب کف بخونیم، بعد از او بر ما واضح میشه که اصحاب کف کدام جوانا بودن.
ام حسبت تو گمان داری پیامبر علیه السلام یا ای مخاطب ان اصحاب الکهف که یقینا اصحاب کهف و الرقیم اصحابی که تخته نامش نوشته شده کانو بودن من آیاتنا عجبا هستن از جمله نشانه های قدرت ما عجبا تعجب آور است خیلی در شگفت میندازه شما را نه از ذکر زیاد شگفت آور نشانه های قدرت است اذ اول فتیتو در آن وقتی که پناه بردن الفتیتو جوانا پناه بردن آرام گرفتن الفتیتو جوانا چرا الله متعال به نام فتیه ذکر میکنه اشاره میکنه درک مفهوم زود جوان میکنه نیرو و انرژی قوی داره میتونه حرکت سخن یا احساسی که در وجودش پیدا شده ایره آرام نگذاره در حالت چی؟ حرکت میشه دعوت ما در بین جوانا به خاطری است که و باز آرام نشینه اگر لطم بخوره پروا نداره بی سفید بیچاره خو میگه نه این قدر عمر می رقم نماز خوان تو مرا دیگر طرف میبری نه گفت میره مردم برم تا نمیده چی میگه؟ مردم برم تا نمیده خب در سن جوانی دعوت دین کردن عبادت الله را کردن این لذت علایده داره در سن جوانی که ریشه گذاشتی چهره دیگه قسم نور میده این را یاد داشته باش بله خوب است در پیری هم اما در جوانی در سن جوانی که صف اول گرفتی تکبیر اولا را گفتی این دیگه لذت داره از همون خاطر در حدیثی که در روز قیامت زیر چی؟ سایه الله عرش الله 7 طایفه است یکیش کیست؟ و شاب نشأ فی عبادت الله او جوانی است که تربیتش در کجا شود؟ در عبادت الله تربیت عبادت الله کی میشه؟ که مقامات تقسیم کنی حالات تقسیم کنی در نماز جماعت در ترجمه بگوی در دعوت در فلانی جماعت در فلانی تراویح تقسیم کو وقتی تا اینی را نشأ فی عبادت الله میگه ذکر و فکرت مکمل طرف دین باشه الله همونطور نصیب ما بکنه از اول فتیتو در آن وقتی که آرام گرفت پناه برد جوانا الی الکهف بسوی غار از اینکه گرفتاری پادشاهی ظالم نشوه و یار از دینشان بر نگردانه فقالو گفتن ربنا پروردگار آتنا من لدنک اولیاستن چی رقم دعا میکنه پیغمبری خدا وسیله نمیگیره که یا الله با برکت ابراهیم علیه السلام یا موسی علیه السلام ما را نجات بده چی میگه ربنا ای پروردگار آتنا بده بر ما من لدنک از جانب خویش من لدنک چقدر عاجزی و تواضع میکنه ما اهلیتش نداریم اگر با ما ببینیم ما بگویم ما دور هستیم از جانب خود احسان کن من لدنک رحمتا ای بده بر ما از جانب خویش رحمت اسباب رحمت بر ما مهیا کن خودی رحمت وقتی میایه که اسباب رحمت باشه اسباب رحمت کدام است مکمل چیسته مستحکم استاد شدن سری عقیده صحیح چرا در اینجا خطر متوجه بود برای جوانا از خاطر از الله متعال دعا طلب بکنه که الله ما را در این راه مستقیم داشته باشه برای ما و شما هم خطرهای گوناگون وجود داره همیشه استقامت طلب بکنه که الله ما را پایدار نگاه کنی به عقیده ما و هیئ لنا من امرنا رشدا آماده بساز یا الله برای ما من امرنا از کار ما رشدا هدایت و ثواب کدام چیز که به حق میرسه امور بر ما مهیا بساز الله زمینه را طور مساعد بساز که ما به هدایت باشیم هدایت از پیش ما گرفته نشود هدایت امون نعمت بزرگ است که در رکعت نماز تو طلب که در استهدین صراط المستقیم گفته فضربنا علی آذانهم ما زدیم بالای گوشایشان پرده خوابه فی الکهف در می غار سنین سالها عدد شمار شده چند سال در گوشای از یا پرده خواب زدیم قرار خواب رفت ثم بعثناهم بعد از یارا بالا کردیم از خوابشان لنعلم بخاطری که ما ظاهر کنیم ای الحزبین که کدام یک از دو طایفه احصا خیلی حفظ کننده است لما برای اون مدتی که لبسو یاد درنگ تیر کردن امدا امو مدت چقدر مدت یاد تیر کردن آلی ما فامیده شود کدام فرقه دایی راستگو است برای ما معلوم شود الله متعال به طریق کرامت در خواب یار خواب سرشان آورد سالا تیر میشه سالا ثم بعثناهم
نحن نقص علیک، آل اصلی حقیقت برات بیان میکنه. الله میگه ما بیان میکنیم علیک بالای توی رسول الله صلی الله علیه وسلم که تصدیق نبوت تام شوه و درس عظیم بلای امتت شوه، خصوصا صحابه کرام. چی رقم درس؟ نبأهم خبری از یاره براتون بالایت قصه میکنم بالحق. این قصه خیالی نیست، تاریخ نویسا وارینه که تحت تاثیر پاچا و ازیا گپا را جمع کرده باشه. این حق است، واقعیت. انهم فتیتون، یا جوانایی بودن، جوانا نیرو داشتن، درک داشتن، نشاط داشتن، فعال بودن. جوانای امروز وارینه خواب آلوده باشه، تزک همینطور خوب برجسته. الحمدلله جوانای ما همونطور است، هم خواهرها هم برادرای ما، الله توفیق مزید برشان نصیب بکنه. خب کم کم از شدت های زیاد هم کار نگیره شدت هم زیاد نکنه که ویرانی را زیاد دبار نبیاره، یک کمی در میانه. خب انهم فتیتون، یقینا یا جوانایی بود، آمنو بربهم، اول صفتشانی بود عقیده آوردن، ایمان آوردن بر ربشان و او ذاتی که مالک و متصرفشان بود. و زدناهم هدا، کسی که انابت میکنه الله برش هدایت نصیب میکنه. درجات داره، 4 درجه، 4 درجه داره. اول انابت است، بعد از او وصل است، بعد از او استقامت است، بعد از او ربط قلب است. انسان که درای دین برابر میشه 4 مرحله را تیر میکنی. اول توجه، طلب و فکرت مکمل طرف دین، این را انابت میگه. بعد از او وصل میشی، وقتی که تطبیق عملی را شروع کردی احکام دین، ای وصل است. بعد از او سرینمی عمل، سرینمی دعوت تو دایم مستحکم باقی بمانی، ای را استقامت میگه. وقتی که گپا را تکمیل کردی، 3 دوره را دوره ربط القلب میرسه. ربط القلب کی را میگه؟ که پاچای نمیالی دعوتش میپرته تا هیچ پروایت نیست گوشتی تا قطع انگور میکنه پروایت نیست. غیر از الله از کسی دیگر حراس باز نداری. این مرتبه ربط القلب است. خب ببینیم این جوانایی است که ایمان آورده بالای پروردگارشان. این کدام است؟ ایمان آورده بالای پروردگارشان، طلب انابت کرده، بعد از او ایمان آورده، وصل شده، ایمان آورده. و زدناهم هدا، زیاد کردیم ما برش هدایت، دینمی عقیده و عملشان مستحکم ساختیم یاره. این را استقامت میگه. در کدام مرحله باز رسیدن؟ و ربطنا علی قلوبهم، ما محکم بستیم، مضبوط ساختیم یاره بالای دلهایشان. ایمان آنقدر اونجا مستحکم کردیم، ریشه دار کردیم که هر نوع طوفانا و حوادث سرش بیاید، تکلیفا و رنجا سرش بیاید، و ایمان از او قلب متزلزل نمیشه، جا بجا شده. الحمدلله ایمان ما و شما هم میتون است. یعنی که بیگا پتکه کت پدرت سر چشم کشید که دیگه رفته بودید، از خونه میکشیم تا حالی دیگه چیست؟ کجا شدی؟ بیادرم بیاد ترجمه. پدرم مرا میکشم موریسه بس خانه. توری نمیشه. ربط القلب میخواه. او قرآن بالکل، قرآن که بخونی قلبی مستحکم میسازه، عقیده توحید تکمیل میشه پورا. الله میفرماید اذ قامو، چه رقم ربط قلب آمده بود در آن وقتی که استاد شدن شیراواره، ترس و هراس نداره. امیالی هم همونطور مردم است. قاضی برش میگه چرا میکنی؟ میگه اینمی کارا میکردم، حالا حکم اعدام مرا بده. هراس نداره. این گپ یادی نیست، هر کس گفته نمیتونه، خبرداری نه. وام استاد شد پیش پاچا. در پیش پاچا مردم ازار کرده شه یاهوی از سر و صداسته و بیا پیدا شده، مردم گمراه کرده نمانشه. مخلوق جمع شده که حالی قتل زیاد چی میکنه؟ پاچا سوال میکنه شما چه عقیده داری؟ گفت ما خلاف عقیده شما. خلاف عقیده ما چیست؟ ما به خود رب داریم. رب شما ربی تا نعوذ بالله پاچای تا رب میگه، ما میگیم این رب نیست. از شما کیست؟ ربنا رب السماوات، پروردگار ما، مالک متصرف ما، تربیت کننده ما، سید و حاکم ما کیست؟ رب السماوات، مالک آسمان ها، متصرف آسمان ها، والارض، از زمین است. خب ما رم قبول داری دیگه، او رم قبول داری، ما رم. لن ندعو من دونه، ارگز ما آواز نمیدیم بغیر از الله اله کدام معبود دیگره. لن ندعو، ارگز عبادت نمی کنیم من دونه بغیر از الله اله کدام معبوده.
معبود نام نهاد شما را از کسی دیگر قطعا طلب نمی کنیم. چرا؟ لقد قلنا اذن شططا، یقینا گفته باشیم در این صورت گپی که خلاف عقل است، دور از عقل است. شطط گپی پراگنده، بی اساس، بی بنیاد میگه. میگه ما اگر اینطور بگیم که دیگه که سراب بگیریم باز خو خلاص هستیم. وی این قدر مردم کی روان است؟ این قدر مردم شما نوکیگه همی تو پیدا شدی ملاگک، این دیگه ملا نیست؟ همین تو مسلمان هستی دیگه مسلمان نیست؟ همینطور تهدیدا را شروع کردن و بسیار و سینه سرد یک دلیل معقول پیش میکنه. هؤلاء قومنا، قوم به ما دلیل نگیره که پدرایتان اینطور بود، قوم اینطور میکنه، قوم هرچی میکنه. هؤلاء قومنا، اینمی قومی ماست. اتخذوا من دونه، گرفتن بغیر از الله آلهة معبوده، دیگه چیزا را پرستش میکنه. خب حق هستن دیگه که پرستش میکنه. حق او را میگه که سند داشته باشه و دوڑی خور، سند نداشته باشه از کجا حق است؟ لولا یاتون علیهم، چرا آوردن نمیکنه به این معبودای باطل خود به سلطان بین، به یک دلیل واضح. بیار بگو یعنی کی معبود است، بیار سند بکش، سند بیار. این زیارتی زردی است. کی گفته این زیارتی زردی؟ بیار سندی تا. قوم زیارتای شاشبند. عجیب است. کدام کارا نیست که دیومت نیست. الله رحم بکنه. چی درس براتان داد؟ اصحاب کف کسی دعوت نداده، به عقل و مفکوری خود عمل کرد قوم خود دانست که چی است؟ غلط است، نادرست است. کدام را گرفت؟ تقلید یا تحقیق؟ الله از او خاطر صفتش میکنه. اگر شما جوانا امرای تحقیق، من نمیگم گپ مولی متوکل بپذیره، تحقیق کنی، بری دنبالی گپ بگردی، همینطور باقی نمانی. با کل گمی توصیه است، سخنی مرا نپذیری، تحقیق کنه که واقعیت در کجاست. اگر تحقیق کرده امی قسم که مدح اصحاب کف شده، انشاءالله الله متعال از شما میکنه. اما در روز قیامت دنبال روی پدرها به ما دلیل نیست که پیش الله عذر پیش کنیم که الله پدرای ما کار کرده بود ما کردیم. این دلیلی کیست؟ مشرکین میگفت ما چی گناه داریم، پدرای ما کار کرده، پدرای ما کار کرده ما کردیم. نه، دلیل عذر شده نمیتونه. قوم میکنه هر چیز میکنه. امروز قومات در بدر شد، تویاره در کجا میکنه؟ بچه را ببینی 50 ساله، دختر ببینی 30 ساله، عروسی کرده این نه خیرت است، ولا زور نمیرسه. زور چرا نمیرسه؟ تقلیدی اون قومی تا نکو. آدمی غریب و بیچاره است، یک دختری غریب و بیچاره پیدا کو، 5 نفر در ولیمیت خبر کو، 5 نفر هیچ نخوانید در تکلیف، نه اوجا با تکلیف، هیچ زندگی خوش. توی چی نمی خوشحالی نمیگه تو زندگی خوش خوبه آینده تیر کنی، خدا میگیری قرضدار اوگار میکنی، میری در آبهای یونان چی میشی؟ غرق میشی، وجودی تو نهنگا میشه. چرا اینطور میکنی؟ علتش چیست؟ بگوی دنبالی قوما روان. اصحاب کف به ما درس داد قوم عمل کردش طول شوه، سند داره یا نداره. هؤلاء قومنا، اینمی قومی ما اتخذوا گرفتن من دونی غیر از الله متعال آلهة معبودارا، لولا یاتون، چرا آوردن نمیکنه، چرا نمیاره علیهم بالای معبود بودنی ای بوتای خود به سلطان بینن، به یک دلیل واضح آشکارا، مثل که ما دلیل میاریم. خب یارانی فمن ازلم، علی میگه کیست خیلی ظالم ممن از او کسی که افترا جور میکنه علی الله، بالای الله، کذبا دروغه، یک زیارت معرفی میکنه که برای دردی سر است، دیگیش دندان درد است. همینطور میگه. اینا کی معرفی میکنه؟ یکی را میگه فلان بابا کیدانی بابا ولیست، این چلگزی بابا ولیست. اینا کی گفته ولیسته؟ باباسته. ها؟ این دروغ است. چرا سری الله جور میکنه؟ از یک کده ظالم دیگه کس است که سری الله دروغ میگه. نفر میگه که نازدانه الله هست. این از کجا پیدا شد؟ و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، آلی گپا خطید شد، دعوتی از یا برملا شد، تهدید کرد پاچا یاره، بین خود پس جمع شدن. چی کنیم؟ رای مبارزه؟ ما 7 نفر مقابله پاچایی را نمیتانیم. خیر چی کنیم؟ آخرین نقطه به مسلمان حفاظت دینش است. زمانی که زمان فتنه شود، یک انسان
پیغمبر علیه السلام در حدیث مدح او کسی را کرده که قطیرمی خود چوپان میشه در سری کو حفاظت دین خود میکنه، آذان میگه، اقامت میگه، نماز خود میخوانه. اینمی اصحاب کهف وقتی که عاجز شدن از مبارزه، آل دین خود قطی خود میگریزانه، به خاطر که آخر خاتمهشان نعوذ بالله بیدینی نشوه. میترسیدن که بزور انسان توان نداره، انسان عاجز است، در سختی ها خود نده. 4 چوب که کبل خوردی از هر چیز تیر میشی. وجود ما تو ضعیف است، خود در بلاها نده، دین تقتی خود بگروزان که دین محفوظ باقی بمانه. اصحاب کهف همینطور میگه و از اعتزلتموهم، زمانی که شما تنها شوی، کناره شوی از همین مردم، موقع دعوت از شما گرفته شوه و ما یعبدون، از آن چیزی که عبادت میکنه این مردم، الا الله، بغیر از الله، فاو، پس شما پناه ببره، الی الکهف، بغار، ینشر لکم، تا وسیع بسازه، فراخ بسازه برای شما، ربکم، پروردگار شما، من رحمتی، از رحمت خود، و یهیئ لکم، مهیا بسازه، آماده کنه الله برای شما، من امرکم، از کار و روزگار شما، مرفقا، اسباب آرامه، الله اسباب آرامه براتان نصیب کنه. امو ترام شد الله متعال اینطور خواب سرشان مان که سالا نه ضرورت به خوردن نوشیدن، نه تکلیف که برو در بازار ترس و لرز چیز بیار چیز نبیار، کلش همینطور شد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.